سلام به شما همراهان همیشگی فارسیلند. با یکی دیگر از ویدیوهای چنل فارسیلند در خدمت شما عزیزان هستم. فال و طالع‌بینی متولدین ماه اسد، تقدیم به تمام شما خوبان متولدین ماه اسد. در ادامه با ما همراه باشید و تا آخر این ویدیو ما را دنبال کنید. سمبل ماه اسد شیر است. خوشبختانه متولدین این سمبل شخصیت بلند همت و مبارزی دارند. آنها به لطف قدرت درونیشان به معنای واقعی کلمه برای موقعیت‌های برجسته ساخته شده اند. از طرف دیگر حرکت نزولی برج اسد نشان می‌دهد که آنها باید در کانون توجه قرار گیرند. آنها خیلی سریع می‌توانند زبده شوند و گاه مورد تهمت قرار می‌گیرند. اینان پرمحبت، متنفر از دروغ، واقعاً قدرتمند، ثابت قدم، عاشق شهرت، بسیار مغرور، سرحال و بشاش، خودخواه و جاه طلب، بد پیله، خود بزرگ بین، مقتدر، مؤدب، فعال و کوشا، با ثبات و پایدار و قوی و با اراده هستند. خصوصیات کلی مردان متولد ماه اسد: یک عاشق پاکباز، یک دوست واقعی و یک پدر نمونه. به عشق نمیتواند زندگی کند. دل او از آینه پاکتر و روشنتر است، اما خشم او هم طوفانی و هم سهمگین خواهد بود. اغلب آدمهای کارآمدی هستند، به نحوی که کارهای منزل را شخصاً و با مهارت بالا انجام میدهند. متولدین این ماه عموماً دارای طبعی گرم و خشک بوده، خوشرو و مهربان هستند. گاه زود خشمگین می شوند ولی زود آرام می گیرند. اینان افرادی خوشگذران هستند، گاه مورد تهمت قرار می گیرند، اما چون با گذشت هستند از آن می گذرند. اینان معمولاً در زندگی راه راست در پیش می گیرند و کمتر به انحراف کشیده می شوند. اغلب افرادی با عزت و دارای طبعی بلند هستند، بعضاً به مقامات بالا می رسند. اغلب والدینشان را زود از دست می دهند. در زندگی زناشویی اغلب در اختلاف هستند، اما از فرزند خیر و نفع می بینند. عموماً در سن 7 و 19 سالگی با خطر مرگ مواجه می شوند و اگر از آن بگذرند بیش از 70 سال عمر خواهند کرد. شراکت برای آنان سازگار نیست. با هر کس شراکت کنند زیان خواهند دید. روزهای یکشنبه روز خوبی برای آنان است. در ضمن انگشتر عقیق با آنها سازگار است. اما خصوصیات کلی زنان متولد ماه اسد: باهوش، گرم و جذاب، شیک پوش، با شخصیت، خواهان تجمل، ریاست طلب، دوستدار تعریف و تمجید و کدبانو. در دوستان تأثیر بسیار مطلوب بر جای می‌گذارد. مادری مهربان و صمیمی که می‌کوشد فرزندان خود را مستقل و دارای اعتماد به نفس بار بیاورد. متولدین زن این ماه طالع بلندی دارند. اینان ذاتاً خوش بیان، خوش طبع، بلند بالا و اغلب لاغر می باشند. اینان در اوایل زندگی با مشکلات و رنج مواجه می شوند، اما هرچه جلوتر می روند به آرامش و آسایش دست می یابند. به خصوص پس از ازدواج اغلب زندگی خوبی خواهند داشت و همواره در رفاه و آرامش به سر خواهد برد. این زنان اگرچه فرزندان کمتری نسبت به زنان متولد ماه‌های دیگر خواهند داشت، اما لازم است آنان را از قسم دروغ برحذر دارند و همچنین از به دست آوردن مال حرام. عیب این زنان این است که اغلب زود به جوش می آیند و خویشتن‌داری خود را از دست می دهند. در ضمن یک خطر بزرگ اغلب این زنان را تهدید می کند و انشاءالله با صدقه و توسل برطرف خواهد شد. لباس‌های سفید و سبز و همچنین انگشتر فیروزه با آنان سازگار است. حال بیایید به فال ماهانه متولدین ماه اسد بپردازیم. برای متولدین اسد این ماه می تواند یک ماه خوب برای تلاش شما باشد که مورد توجه مدیران در محل کار قرار گیرد. کسانی که در بورس سهام مشغول به کار هستند ممکن است شاهد افزایش قابل توجهی سود باشند.
ممکن است هزینه‌های غیر منتظره‌ای هم داشته باشد. اطمینان حاصل کنید که قبل از برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری و دنبال مشاوره مالی هستید. دانش آموزان به خوبی روی اهداف علمی خود متمرکز شوند و مسئولیت‌های خود پایبند باشید، زیرا چشم‌پوشی آنها مانع پیشرفت شما می‌شود. از افزایش حجم کار وحشت نکنید. دانشجویان از مطالعات و بحث‌های گروهی بهره‌مند می‌شوند. ممکن است دانشجویانی که در امتحانات مختلف رقابتی شرکت می‌کنند موفق باشند. کار تیمی ممکن است به شما در رسیدن به موفقیت حتی در سخت‌ترین زمانها کمک کند. با همکاران و مافوق مشاجره نکنید. متخصصان شاغل ممکن است پیشنهادات شغلی پرسود دریافت کنند. آنها را با عجله قبول نکنید. روی کار خود تمرکز کنید و تعلل نکنید. با بزرگان خود خوب باشید. دانش آموزان ممکن است از این برنامه ریزی سیاره‌ای در این ماه بهره‌مند شوند. دانشجویانی که به دنبال رفتن به خارج از کشور برای تحصیل هستند ممکن است موفق شوند. در این ماه احتمالاً قادر نیستید دیگران را به روشنی و به وضوح ببینید، به خاطر اینکه شما به جهان با عینک خوشبینی می‌نگرید. اگر بخواهید به سختی به نظرات و عقاید خود بچسبید و از آنها در مقابل دیگران پرخاشگرانه حمایت کنید، فقط اوضاع را برای خودتان پیچیده تر می کنید. برای دفاع از باورهای خود با این شدت با دیگران نجنگید. چند هفته صبر کنید تا ببینید آیا نظراتتان تغییر می کند یا فقط اوضاع را برای شما پیچیده تر می کنند. برای حمایت ما فقط کافی است چنل فارسیلند را سابسکرایب و زنگوله را فشار دهید تا از جدیدترین و تاپترین ویدیوهای ما با خبر شوید. ویدیوهای ما را لایک کنید و نظریات خوبتان را با ما شریک سازید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.